سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. فایل 19. شروع از صفحه 191. سرکوب دگراندیشان به دوران ناصرالدین شاه 1264 و 313 هجری قمری برابر با 1848 تا 1896 میلادی. نفوذ روحانیون شیعه در دوران سلطنت ناصرالدین شاه احیا شد. حاج سیاح در خاطرات خود از شهر اصفهان درباره ملاقات خود با حاکم اصفهان ظل السلطان می نویسد: علماء شریعت و فقها چنان اقتدار و نفوذ دارند که تمام مردم لابدند در زیر بیرق یکی از مقتدرین ایشان زندگی کنند و الا از طرف حکام و ملاهای دیگر نابود می شود. در وقت سواری و گردش صحرا شاهزاده تعریف از شکار کرد و فرمود چیزی لذیذتر از شکار نیست. بنده هم تصدیق کرده گفتم من بسیار جای دنیا را سیاحت کرده‌ام. اغلب مردم مشغول شکارند. بله، بسیاری از مردم دام به ماهی و حیوانات می‌گذارند و شکار می‌کنند، اما از همه بالاتر شکارچیان انسان هستند. فرمود عارفانه حرف میزنی، چگونه شکار انسان؟ گفتم یک طایفه شکار جسم انسان می کنند، یک طایفه شکار روح انسان می کنند. شکارچیان جسم امرا و مقتدرانند و طایفه دیگر دراویش و عرفان بافان و عالم نمایان. اینها روح عوام و مردم بیچاره را به دام تدبیر و تزویر میکشند و قربانی خیالات خود میکنند. پایان نقل قول. هما ناطق مینویسد در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه روزگار برگشت. به گفته دولت آبادی کمتر روحانی متنفذی که لوطیان و چماقداران خود را نداشته باشد. حکومت خود مشوق بود تا به یاری قشون دین شورش عوام را بخواباند. پایان نقل. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی که خود از روحانیون بزرگ دوران بود، وضعیت روحانیون شیعه را به دوران او نشان می‌دهد. هما ناطق می‌نویسد کتاب سرگذشت من اثر شیخ ابراهیم زنجانی در یکی از کتابخانه‌های پاریس موجود است. زنجانی در این کتاب می‌نویسد در ایران بدترین مردمان علما هستند و از همه بدتر مجتهدانند، زیرا که مردم را بنده و اسیر می‌دانند. آنچه میان یک مالک و مملوک و عابد و معبود معمول باشد میان ایشان و مردم معمول است. اعمال نفوذشان را یک راه بیشتر نیست و آنکه در هر ولایت به نام حمایت از دین چند نفر چماق زن، هلوف گردن، بیکار بیشرم گرد آورند
و به جان مردم اندازم. میگوید نیاز به سپاه لوطی و قلچماق در جهت هراساندن خلق از عذاب الهی است. تصویری که روحانیت از خدا دارد و به مردم عرضه می دارد تصویر جباری است که همواره به کمین تنبیه و سیاست نشسته است و بی‌شباهت به کدخدا، مأمور قاهر، خان مقتدر و یا حاکم بدخوی نیست. پایان نقل قول. ناصرالدین شاه چنان بیمی از روحانیون در دل داشت که برای جلب رضایت آنها به اجبار تملق آنها را می گفت. خانبابا بیانی می نویسد ناصرالدین شاه در سال 1309 هجری برابر با 1892 میلادی و بعد از لغو قرارداد رژی عده‌ای از روحانیون را به حضور پذیرفت و پس از تعریف از آنها گفت حقیقت ما قدر علما را نمی دانستیم. من نگهبان این فرقه حق هستم. خداوند زمام مهام این فرقه حق را به دست من داده است که نگهداری کنم. سابق بر این رسم بود که علما در کارهای بزرگ مملکت طرف مشورت دولت می بودند. این رسم از میان رفته، خوب وضعی نشده. از این به بعد باید کارهای عمده دولت به مشورت و ثواب دید علما تمام شود. پایان نقل قول. ناصرالدین شاه برای انتخاب پیشکاری آذربایجان و وزارت ولیعهد و تعیین حکام مرزی در برابر پیشنهاد مشاورین خود چنین دستور می‌دهد: در دارالشورا یکی از علمای اعلام را آورده استخاره قرآن شود. هر کدام از این میان خوب آمد او نامزد شود. پایان نقل قول. بدین ترتیب سرنوشت یکی از مهمترین استانهای کشور را استخاره تعیین می‌کند. روحانیون یک کتاز میدان می‌شوند. برای نمونه به نامه‌ای که از تبریز برای شاه نوشته شده است اشاره می‌شود. تصدق خاکپای جواهرآسای فرقسای مبارکت شوم. الحمدلله از فر اقبال همایون امور این مملکت قرین کمال انتظام است. چاکرانه و محرمانه به خاکپای مبارک جسارت می شود. آن تدبیر ملوکانه که به قلب مبارک در باب احضار مجتهد و حجت الاسلام الهام شد، یک رکن مفاسد این مملکت را اصلاح فرمود. در حقیقت کار مجتهد در این مملکت از حکومت و ریاست گذشته بود. کار به جایی رسیده بود که علاوه بر اینکه خانه خودش بست بود، هرچه اولاد و اقوام داشت خانه آنان هم بست بود، بلکه دهات مجتهد و کسان ایشان بست بود و حکام و مباشرین دیوان را قدرت چون و چرا نبود. استدعا از خاکپای مبارک آن است که این عرضه بعد از آنکه به لحاظ همایون مشرف شد پاره شود. اللهم عن ضعفی مستجیر لعنک. امر اقدس همایون متاع. پایان نقل قول. حاکمی که گزارش را نوشته است از ترس روحانیون حتی از شاه خواهش می کند که گزارش را پاره کند، مبادا روحانی مورد نظر
از گزارش مطلع شود، چرا که مجتهد مورد بحث می توانست او را بابی اعلام و خون و مال او را مباح کند. اولین رویارویی بابیان با نیروهای دولتی. نقش روحانیت شیعه در تحریک مردم و درباریان علیه بابیان را میتوان در نخستین درگیری ناخواسته بابیان با نیروهای دولتی دید. ملا حسین بشرویه‌ای ملقب به باب العباب بعد از آزادی از زندان مشهد با عده‌ای از بابیان به قصد سفر به کربلا از مشهد خارج می شود. 19 شعبان 1264 برابر با 21 جولای 1848. بنابر گزارش نویسندگان، حقایق الاخبار ناصری و ناسخ التواریخ که هر دو با بابیان مخالف بودند و کتاب ظهور الحق که مؤلف آن میرزا اسدالله فاضل مازندرانی بهایی بود، ملا حسین با تکیه بر جذابیت آیین جدید در شهرها و دهات سر راه عده‌ای را با خود همراه می‌کند. تازه مؤمنین چنان شیفته دین نو می‌شوند که از زندگی خود دست کشیده و با او همراه می‌شوند. محمد جعفر خورموجی در حقایق الاخبار می‌نویسد: در ایام شورش خراسان ملا حسین مردود را مجالی به دست آمد از محبس رهایی یافت. مجدد به صوب مشهد مقدس شتافت، چون در مقام طرد و منعش برآمدند به نیشابور و از آنجا به سبزوار رفت. در آنجا میرزا محمد تقی نام جوینی آن را یار و مددکار گردید. به قریه خانخودی آمدند. ملا علی و ملا حسن نام دعوتش را اجابت کردند. وارد میامی شدند و 36 نفر از اهالی میامی را به ضلالت انداختند. سایرین به دفعش برخاستند. کار به مبارزت و مقاتلت رسید. چند تن از آن جماعت بیدین مقتول گردید. از آنجا به شاهرود آمد. در اینجا نیز مقصودش به عمل نیامد. به قریه حسین آباد 2 روزی اقامت کرد. ملا علی حسین آبادی را به ضلالت انداخت. پایان نقل قول. ناسخ التواریخ می نویسد: ناچار به جانب نیشابور سفر کرد و در آنجا مردم عامه را جمعی با خود یار کرد و راه سبزوار برداشت. در سبزوار میرزا تقی جوینی که مردی دبیر و اداره نگار بود بدو پیوست و دخل و خرج اصحاب او را به حساب گرفت و چند تن دیگر را نیز از سبزوار بفریفت. ملا حسین چون راه ورود به شهر بسطام را مسدود یافت، در 2 فرسنگی آن بلده به قریه حسین آباد درآمد و ملا علی حسین آبادی را نیز فریفته خویش کرد و او را با خود یار کرده به جانب مازندران رهسپار گشت. پایان نقل قول. بابیان قصد درگیری نظامی با دولت و روحانیون را نداشتند، اما روحانیون که از نفوذ و گسترش سریع آیین جدید در بین مردم هراس داشتند، تنها راه حفظ قدرت خود را در حذف فیزیکی پیروان آیین جدید جستجو می‌کردند و می‌کوشیدند تا بابیان را به درگیری با نیروهای دولتی سوق داده آنان را رویاروی دولت قرار دهند. رویارویی نظامی بابیان با دولت بر بستر نیرنگ روحانیون و ساده اندیشی و اعتقادات مذهبی بخشی از هیئت حاکمه
بر بابیان تحمیل شد. ناسخ التواریخ درباره ورود ملا حسین به مازندران می نویسد: هنوز هفته‌ای بر نگذشته بود که 300 تن از مردم بارفروش بابل طریقت باب گرفتند و طریق او را صواب شمردند. سیدالعلماء و دیگر علمای مازندران که مکیدت ایشان را از بهر خود بر زیادت می دانستند، جمعی از تفنگچیان به حفظ و حراست خویش برگماشتند و صورت حال را به کارداران دولت و سرکردگان مازندران بنگاشتند. پایان نقل قول. محمد جعفر خورموجی این واقعه را با اندکی اختلاف چنین می‌نگارد: ملا حسین نیز از شاهرود و بسطام به مازندران رسید، به اغوا و افساد اشتغال ورزید. در ایامی معدود قریب به 300 نفر به طریقه آن ملائین رهسپر شدند. سیدالعلماء و سایر فقهای مازندرانی در مقام محافظت خود برآمده کارگزاران دولت و عمال و سرکردگان ولایت را از این فتنه و غوایت اطلاع دادند، چون از امنای دولت در دفع و رفع ایشان مسامحتی رفت، آن گروه از بارفروش به سوادکوه شدند. پایان نقل قول. بدین ترتیب نه بابیان، نه حاکم مازندران و نه مردم در اندیشه درگیری با یکدیگر نبودند. روحانیون که می‌دیدند در اندک مدتی 300 نفر در یک شهر کوچک به آیین جدید گرویده اند، راهی جز نابودی بابیان نمی‌دیدند. ناسخ التواریخ می‌نویسد: شاهزاده خانلر میرزا که هنوز حکومت مازندران را داشت، ایشان را وقعی نگذاشت و کارگزاران او در این امر مسامحتی کردند و جماعت بابیه از بارفروش بیرون شده در سوادکوه جای کردند. پایان نقل قول. بابیان برای جلوگیری از دسیسه‌های سیدالعلماء و پرهیز از درگیری بر آن می‌شوند که بارفروش را ترک گفته و به جایی دیگر کوچ کنند. سفر ملا حسین و یاران او از سوادکوه به بارفروش را فاضل مازندرانی چنین شرح می‌دهد: در آن ایام ریاست دینیه بارفروش با آخوندی ملا سعید نام ملقب به سیدالعلماء از گروه روحانیون اصولی بوده است. ملا حسین به اتفاق 200 تن از بابیان از سوادکوه به سمت بارفروش حرکت می کند. این خبر موجب بیم و هراس سیدالعلماء روحانی شیعه شده او را بر آن می دارد که از ورود بابیان به بارفروش بابل کنونی جلوگیری کند. از اهالی شهر می خواهد که از ورود ملا حسین و یارانش به شهر جلوگیری کنند و می گوید این همان شخصی است که چون تنها در محضرم آمد از همه طلاب و ارباب عمائم بیم و هراس نکرده با من احتجاج نمود. اکنون برحذر باشید که او این شهر را زیر و رو خواهد کرد. از مردم می خواهد که مسلح شده مانع ورود ملا حسین و یارانش به شهر شود. اولین برخورد مسلحانه بین بابیان و مردم در شهر بارفروش رخ می‌دهد. حقایق الاخبار می‌نویسد آن گروه مجدداً به بارفروش مراجعت کردند. عباس قلی خان لاریجانی 300 نفر تفنگچی با محمد بیگ یاور را به دفع آن گروه شقاوت اثر فرستاد. حین ورود مقابله و مقاتله روی نمود. چند تن از پیروان باغ طریق سقر پیمود و از لاریجانی نیز مجروح گردید. پایان نقل قول. بابیان
در کاروانسرای سبز میدان منزل و از خان تقاضای خروج از مازندران را کردند. 12 ذیقعده 1264 برابر با 10 اکتبر 1848. عباس قلی خان با پیشنهاد بابیان موافقت کرد. خسرو بیک علی آبادی به طمع اموال ایشان راه عبور را بر آنها می‌بندد. در رویارویی بابیان با خسرو بیک او و سواران او کشته می‌شود و بابیان به قلعه شیخ تبرسی رفته و در آنجا ساکن می‌شود. ناسخ التواریخ رویداد بارفروش یا بابل را مفصل‌تر شرح می‌دهد. سعیدالعلماء در بیم شد و به عباس قلی خان سردار لاریجانی نامه‌ای نوشت. چون نامه به وی رسید محمد بیک یاور را با 300 تفنگچی لاریجانی به دفع ایشان فرستاد. محمد بیک به قدم اجل و شتاب طی مسافت گردید و بعد از ورود بدان بلده به منازعت آن جماعت رده برکشید. به جمله در سبز میدان بارفروش نیران جنگ و جوش اشتغال یافت و بازار قتال و جدال روانی گرفت. از دو رویه به جنگ در آمدند و آلات حرب و ضرب به کار بردند. در میانه 12 تن از اصحاب باب شربت هلاک چشید و جماعتی نیز از مردم لاریجانی جراحت یافت. پایان نقل بود. بر اساس این گزارش در این رویارویی 12 بابی کشته می شود و ملا حسین و یاران او به کاروانسرای سبز میدان پناه می برند. عباس قلی خان بعد از این کشتار به بارفروش می آید و خواهان مذاکره می شود. ملا حسین به او می گوید ما به هر شهر و دهی که رفته ایم مردم را به سوی باب می‌خوانیم و می‌خواهیم که ایشان را از عذاب برهانیم. اکنون که مردم این شهر راه صلاح نمی‌جویند و جان و مال ما را مباح می‌دانند، ایشان را در جهل می‌گذاریم و به جانب دیگر می‌رویم. عباس قلی خان می‌گوید این سخن به صواب است و گروهی از تفنگچیان لاریجانی را مأمور حفاظت آنها می کند تا آنها را به محلی به نام علی آباد برساند. بعد از بازگشت تفنگچیان خسرو قاضی کلائی با گروهی به طمع اموال بابیان راه را بر آنها می بندد. ملا حسین خواست تا او را بی منازعت و مقاتلت مراجعت دهد. خسرو بیک رضا نداد و طمع در اسب ملا حسین ببست. ملا حسین به ناچار تن به جنگ داد. خسرو بیک و بیشتر همراهان او کشته شدند. میرزا اسدالله مازندرانی معروف به فاضل مازندرانی در ظهورالحق ورود ملا حسین و اصحاب به بارفروش 1264 هجری برابر با 1848 میلادی را چنین شرح می‌دهد. هنگام ورود بابیان به شهر جمعیت زیادی از مردم که مسلح و منتظر ورود آنان بودند آنها را محاصره کرده و می‌پرسند علت اجتماع و ورود شما به این شهر چیست؟ ملا حسین جواب می‌دهد ما زوار کربلاییم و قصدی جز عبور از اینجا نداریم. هنوز صحبت او تمام نشده میگویند برای شما در این شهر جایی نیست و اجازه ورود به شهر را هم به حکم سعیدالعلماء نداری. ملا حسین با ملایمت میگوید بر اثر فوت محمد شاه راهها ناامن است. ما چند روزی میمانیم و هرچه محتاج شویم خرید کرده بهای آن را میپردازیم و ادامه میدهد. در هیچ آیین روا نیست که با ما جز به مهر و محبت رفتار نمایی. جواب میدهد این سخنان بیهوده است و هرگز نخواهیم گذاشت وارد این شهر شوی. پایان نقل قول.
یکی از بابیان به نام ملا زین العابدین که در ایام تحصیل در کربلا با سعیدالعلما سابقه دوستی داشت، به امید آنکه او را به اقامت چند روزه بابیها در شهر قانع کند به نزد وی می رود. ولی سخنان او در سعیدالعلما تأثیری نمی کند. ملا حسین دستور بازگشت می دهد، اما مردم تحریک شده به آنها حمله می کنند و 7 بابی به قتل می رسند. بابیان مجبور به دفاع شده و مردم متفرق می شوند. بابیان در کاروانسرای شهر اقامت می کنند، اما مردم از فروش غذا به آنها خودداری می کنند. در روزهایی که بابیان از همه طرف مورد هجوم بوده و امکان تهیه مواد غذایی را نیز نداشتند، یک روحانی به نام حاجی ملا محمد شریعت مدار مازندرانی به کمک بابیان می آید و به مریدان خود دستور می دهد که برای بابیان غذا و مواد خوراکی به کاروانسرا ببرند. در شرح احوال شریعت مدار راوندی چنین می نویسد: حاجی ملا محمد شریعت مدار مازندرانی از طبقه روحانیان ظاهراً بابا و همفکران او موافق بود. میگویند قرةالعین بعد از واقعه بدش چون وارد بارفروش شد، در خانه مسکونی او رحل اقامت افکند و چند روزی در مسجد برای زنان موعظه نمود، ولی سعیدالعلما از در مخالفت درآمد و مردم را بر آن داشت که از این کار جلوگیری کند. گروهی از اهالی به در خانه وی آمده چنین معروض داشتند: ای آقا جان، بابیان میگویند حضرت قائم ظاهر شد، شما چه میفرمایی؟ جواب گفت: البته تحقیق کنید که جستجو در این امر لازم است. گفتند: ای آقا جان، میکشند و میگویند صاحب الزمان ظهور کرد. جواب گفت: شنیدم با اینکه وارد و مهمانند، شما اهالی نخست دست به جفا و ایذا گشودی. گفتند: سعیدالعلما چنین فتوا داد. چون از وی صحت و فساد عقیدت بابیان را میپرسیدند، میگفت: من ایشان را بد نگویم و بد ندانم. پس از تصرف قلعه و شکست بابیان، دژخیمی به سوی وی و محارمش رفت و چون وی را بدید خنجر بر زمین افکند و گفت: ای آقا، مرا مسلمان نمایی. شریعت مدار به زبان مازندرانی گفت: ای ناپاک، اگر به خوردن سنگ معاش می کردی بهتر از این بود که با چنین شغل ناروا و کشتن بندگان خدا زندگی کنی. برو دکان علافی باز کن. دژخیم منفعل شد و دکان علافی باز کرد. شریعت مدار با تمام خطرات و مشکلاتی که در آن عهد وجود داشت بر اجساد و شهدای بابیه نماز خواند و قاتلین را توبه داد و مردگان را دفن نمود. ولی سعیدالعلما اراذل را بر آن داشت که جسد مردگان را از خاک درآورند. شریعت مدار سخت برآشفت و مردم و اولیاء دولت را از این اعمال جاهلانه برحذر داشت. پایان نقل قول. در این زمان عباس قلی خان لاریجانی به بارفروش می آید و چون از آنچه اتفاق افتاده با خبر می شود، از اعمال سعیدالعلما سخت برآشفت. او داماد خود سعادت قلی بیک را به نزد ملا حسین می فرستد و پیام می دهد که هرچند اهالی بارفروش به اغوا و تهییج بعضی از رؤسای دینیه با شما کردند آنچه که نبایست بکنند و عده‌ای از طرفین کشته شدند، ولی چون پادشاه فوت شده و امور مملکت متزلزل است، صلاح چنین است که این شهر و اهالی را به حال خود گذارید و به هر سمتی که خواهید رهسپار شوید. ملا حسین جواب می دهد: اگر اطمینان حاصل شود
و از خطر تعرض مردم ایمن شویم، البته از اینجا خارج می شویم. عباس قلی خان خسرو نامی از اهل قادی کلا علی آبادی را برای حفاظت بابی ها مأمور می کند. ملا حسین این پیشنهاد را میپذیرد و صبح روز بعد 12 ذیقعده 1264 برابر با 1848 میلادی به اتفاق دیگر بابیان بارفروش را ترک. خسرو برخلاف دستوری که داشت و یا توافقی که شده بود، بابیان را در جنگل به بیراهه میبرد به این هدف که آنها را قتل عام و اموال آنها را به غارت ببرد. یکی از سواران خسرو ملا حسین را از قصد او آگاه می کند. ملا حسین برای جلوگیری از خونریزی دستور می دهد مبلغی مهم از منسوجات ابریشمین و پشمین و نقود را برای او ببرند و از او برای همراهی تشکر کنند تا او با سوارانش راه خود گرفته بروند و اصحاب را به حال خود گذارند. خسرو اسب و شمشیر ملا حسین را طلب می کند که با جواب رد روبرو می شود. ملا حسین می گوید که این هدیه شخص محترمی است نزد من و بدان احتیاج دارم. خسرو راه آنها را می بندد، بابیان مجبور به دفاع می شوند. در این درگیری خسرو و تنی چند از سواران او و 23 بابی کشته می شوند. به دستور ملا حسین بابیان اموال خود را رها کرده و حرکت می کنند. همراهان خسرو بر سر تقسیم اموال با همدیگر درگیر می شوند و بابیان می توانند از معرکه جان به سلامت به در برند. نویسنده روضة الصفا می نویسد بابیان در بارفروش مشغول خرید و فروش بودند. بافته های مشهدی فروختند و کتانهای مازندرانی خریدند. جناب سیدالعلما و علمای مازندران اجتماع این طایفه غریبه را در آن ولایت صلاح ندانستند و به خروج امر کردند. سخنان نرم به درشت کشید. ایشان زیاده از 500 تن مرد مجاهد مبارز بودند و قریب 300 تن بر ایشان فزودند. عدد ایشان روی در تزاید نهاد و بیم آن بود که شهر را به تصرف گیرند. بر اساس گزارش روضة الصفا، سیدالعلما از عباس قلی خان لاریجانی می‌خواهد که بابیان را از بارفروش اخراج کند. او محمد بیک یاور را مأمور این کار می‌کند. کار به نزاع و دفاع می‌انجامد و عده‌ای کشته می‌شوند. عباس قلی خان شخصاً به بارفروش می‌آید. در گفتگویی که بین او و ملا حسین انجام می‌شود موافقت می‌کند که تفنگچیان عباس قلی خان بابیان را تا علی آباد بدرقه کنند که مورد تجاوز مردم قرار نگیرند. از علی آباد خسرو قادی کلایی به طمع اموال ایشان به دنبال کاروان می رود و به اسم همراهی و محافظت رشوتی خواست. آنان نیز مضایقه نکردند. ولی طمع خسرو گداطبع از کرم و درم آنان افزون بود. ایشان را از گذشتن منع کرد و به دادن اموال امر نمود و دست برآورده و 2 تن از همراهان ملا حسین کشته شدند. خسرو اسب سواری ملا حسین را گرفتن خواست و در شمشیر او نیز طمع کرد. از سماجت و لجاجت آن گروه به سطوح آمد، شمشیر برکشید، تیغی بر خسرو راند که به خون دلغرتید و جمعی از موافقانش را نیز بکشت و معدودی فرار کردند. پایان نقل بود. یک شاهد عینی به نام لطف علی میرزا شیرازی که از ابتدای سفر به مازندران تا اقامت در قلعه طبرسی با ملا حسین همراه بود می نویسد در این زمان اردشیر میرزا حاکم مازندران معزول و خانلر میرزا به حکومت برگزیده شده بود.
بنابر نوشته‌های لطف علی میرزای شیرازی، بابیان در تمام طول راه مازندران تا ورود به قلعه طبرسی مرتب در معرض حمله مأموران دولتی و مردم بودند و با صبر و گذشت همه ناملایمات و تجاوزات را تحمل کرده و از هر گونه درگیری با مردم و یا دولتیان پرهیز کردند. برای نمونه به روش یکی از مأموران خانلر میرزا به بابیانی که در 1000 جریب مورد تجاوز قرار گرفته و اموال آنها به غارت رفته بود اشاره می شود. در ده سرخ که شاهزاده منزل گرفته بود ما را در جایی باز داشتند که شاهزاده خوابیده. بعد از ساعتی آمد گفت شما را شاهزاده خواسته است. گفت شما از کجا آمده اید؟ گفتند از خراسان. گفت اراده کجا دارید؟ گفتند کربلا. گفت راه کربلا این راه نیست، این راه مازندران است. گفتند به جهت اینکه اغلب پیاده هستند آن راه دور و بی آب و این راه نزدیک و آبادان. گفتند چون شنیدیم که شما تشریف می آورید و از جانب آقا سید یحیی تعریف شما را شنیده بودید و در چند وقت پیش جمعی از احبا از راه 1000 جریب آمدند ایشان را غارت کردند، آمدیم در سر راه سرکار شما را دیده عرض مطلب نمایی. ایشان متغیر شده گفت شما همه بابی هستید و شما مفسد فی الارض هستید و شاه حکم کرده هر جا باشید شماها را پیدا کنند به قتل برسانند. پایان نقل قول. میرزا محمد باقر آمد و رفت کرده. عاقبت الامر 50 تومان، 1 رسم، اسب بسیار خوب، چند طاقه شال مشهدی و 1 عدد مرقع و قدری انگشتر، 1 جلد قرآن بسیار خوب گرفت. میرزا لطف علی ورود بابیان به شهر بارفروش و چگونگی برخورد سعیدالعلما و مردم با آن را چنین می نویسد. ملا سعید ملقب به سعیدالعلما حکم کرده جمعیت زیاد به قدر 3-4 هزار کس جمع آوری کرده، همه با یراق، تفنگ و چوب و سنگ آماده ایستاده بودند. حضرات که خواستند وارد شوند مانع شدند. گفت ما زواریم، از راه دور آمده ایم و شاه مرده، همه جا مغشوش است. این ولایت دارالمؤمنین است. آمده ایم چند روز میمانیم، بعد که شاه به تخت نشست امر شد میرویم. گفتند شما زوار نیستید، نمیگذاریم وارد شوید. آقا سید گفت راهگذار میباشیم، 1 امشب مهمان هستیم، خسته میباشیم، امشب را میمانیم، فردا صبح میرویم. گفتند نخواهیم گذار. ملا حسین صلاح را در بازگشت میبیند و به بابیان دستور بازگشت میدهد، اما مردم که دست بردار نبودند به آنها حمله میکنند و 2 نفر از بابیان به نامهای آقا سید رضا و ملا علی نامی کشته میشوند. عباس قلی خان لاریجانی میرزا کوچک یاور را با چند نفر از معتمدین به نزد ملا حسین برای تحقیق در امور میفرستد. بعد از مذاکره و آگاهی از نحوه برخورد سعیدالعلما و مردم با بابیان، میرزا کوچک و بعضی از اشخاص شهر که آمده بودند اذعان به تقصیر خود نمودند. نمایندگان عباس قلی خان قول می‌دهند که بابیان بدون اینکه مورد تجاوز قرار بگیرند می‌توانند شهر بارفروش را ترک کنند. بنابر توافق ملا حسین و یارانش بارفروش را ترک می‌کنند. در جنگل‌های مازندران خسرو قاضی طلایی و سوارانش بابیان را محاصره می‌کنند و مانع حرکت آنها می‌شوند. در جواب سؤال بابیان که چرا راه را بر ما بسته اید، خسروخان میگوید به حکم سعیدالعلما خون شما حلال و مال شما مباح است. اما چون
بابیان را آماده مقابله می‌بینند، عاقبت الامر گفت شما 200 تومان به شاهزاده خانلر میرزا داده اید، چیزی هم به من بدهید شما را از خاک مازندران بیرون کنم. ملا حسین در جواب میگوید اگر ما را از خاک مازندران سالم گذراندی، اسباب خود را با تو نصف خواهیم کرد. خسروخان نه تنها به عهدی که بسته بوده عمل نمی کند، بلکه به دستور او روزانه عده‌ای بابی را در جنگل می کشند. ملا حسین به ناچار مجبور به دفاع می شود. خسروخان با عده‌ای در نبرد کشته می شود و بقیه فرار می کنند. بابیان به فکر پیدا کردن مکان امنی برای اقامت موقت به راه می افتند. شخص عابری در جواب ملا حسین که از راه ده قاضی کلاه سؤال می کند جواب می دهد راه بدی است، مصلحت نیست بروید. بعد فرمودند در اینجا جایی که در آنجا توقف کنیم هست؟ عرض کرد هست، آن را شیخ طبرسی نامد. بابیان ناخواسته و از سر اجبار در 14 ذیقعده 1264 برابر با 12 اکتبر 1848 به مزار شیخ طبرسی وارد می شوند. حاکم جدید منطقه مهدی قلی میرزا پیامی برای ملا حسین می فرستد و جویای علت جنگ می شود. ملا حسین جواب می دهد آیا ما چه کردیم در بارفروش که مال ما را بردند و اصحاب ما را کشتند و ما را در کاروانسرا محاصره کردند. نان و آب بر روی ما بستند تا 1 هفته و بعد سردار شما آمد و ما را خواست روانه کند. تمهید کرد، ما را بیرون کرد، به طریق صلح رو به راه گذاردیم برویم. جمعیت عقب ما فرستادند، اصحاب ما را کشتند، اسباب ما را بردند. آیا فساد از جانب ما بود یا از جانب شما؟ و بعد آمدیم در زاویه شیخ پناه بردیم و مال کسی را به زور نگرفتیم، به طریق سایر رعیت به معامله با خلق رفتار می کردیم. جمعه ماه محرم، ماه عذاب، به سر وقت ریختند، دیدیم که قصد هلاک ما را دارند. دفاع بر ما واجب شد، دفع ایشان کردیم. پایان نقل قول. ناسخ التواریخ درباره ملا حسین می نویسد او مردی دلیر بود و شمشیر نیکو همی زد. چه مسموع افتاد که بسیار وقت تیغ او چون به فرق آمد در جگرگاه غرق شد. ملا حسین بشرویعی رهبر بابیان در این گیرودار طلبه جوانی بود که همچون دیگر بابیان با جنگجویی میانه ای نداشت. این تأکید از آن رو لازم است که رشادت او در جنگ‌های قلعه شیخ طبرسی مسالمت جویی او را برای بسیاری تاریخ پژوهان از جمله فریدون آدمیت در پرده گذاشته. پیش از این دیدیم که فریدون آدمیت به درستی می نویسد تا آنجا که می دانیم تاریخ باب این معنی را مسلم می نماید که سید علی محمد در پی جنگ و آشوب نمی گشت. اساساً مرد نیک نفسی بود و در خوی و منش او ستیزگی نبود. آدمیت بدون کوچکترین دلیلی درباره پیروان باب برداشت نادرستی ارائه داده و 3 تن از پیروان باب از جمله ملا حسین را ستیزجو معرفی می‌کند. کتاب بیان را سید باب آورد ولی رشته کار از دست خودش خارج گشت و به دست 3 تن از پیروان او افتاد که سخت متعصب و ستیزجو بودند، از جمله ملا حسین بشرویعی که نخست شیخی بود و حالا باب الباب لقب داشت. پایان نقل. اما گزارش‌های 5 تن مورخان معاصر با این رویداد تردیدی به جا نمی‌گذارند که بابیان به رهبری ملا حسین قصد جنگ نداشتند. واقعیت تاریخی نیز جز این نیست که
ملا حسین و بابیان چندین بار نیروهای دولتی را شکست دادند، اما هیچگاه منطقه‌ای را تصرف نکرده و در قلعه نیز تنها هرگاه مورد حمله قرار می گرفتند از خود دفاع می کردند. میرزا حسین علی نوری بهاءالله. میرزا حسین علی نوری فرزند میرزا عباس نوری ملقب به میرزا بزرگ نوری است. میرزا عباس از خطاطان معروف دوران قاجار بود. لقب میرزا بزرگ را فتحعلی شاه بعد از دیدن دستخط او به وی می‌دهد. او در دستگاه فتحعلی شاه ترقی می‌کند. میرزا بزرگ با قائم مقام دوستی و صمیمیت داشت. با قتل قائم مقام در سال 1251 هجری قمری مطابق با 1835 میلادی و صدر اعظمی حاج میرزا آقاسی رابطه او با دربار تیره شد، چرا که نامه‌ای از او به دست می آید که نفرت خود را از قتل قائم مقام بیان کرده بود. حاجی میرزا آقاسی او را از حکومت بروجرد و لرستان عزل کرد. میرزا حسین علی در 2 محرم 1233 هجری قمری برابر با 12 نوامبر 1817 میلادی در تهران متولد شد. او دارای چند برادر و خواهر بود که بعضی از آنها بعدتر به او ایمان آوردند. در دوران کودکی به مدارس معمول آن زمان نرفت و خواندن و نوشتن را نزد معلمان سرخانه فرا گرفت. سید باب پس از اظهار ادعای خود در شیراز و فرستادن مؤمنین اولیه به مأموریت‌های مختلف، ملا حسین بشرویه‌ای اول شخصی را که به او ایمان آورد مأمور سفر به شهرهای اصفهان، کاشان، قم، تهران و خراسان کرد. ملا حسین بشرویه‌ای در تهران امانتی را که از سید باب برای میرزا حسین علی داشت توسط ملا محمد علی از اهالی نور به او میرساند و خود راه خراسان در پیش میگیرد. از همان روزی که پیام سید باب به میرزا حسین علی میرسد، او به باب میپیوندد و از همان روزگار به عنوان یکی از بزرگان بابیه معروف می شود، چنان که در ایران 3 مرتبه به زندان می افتد. اولین بار برای مدت کوتاهی به دلیل قتل ملا محمد تقی برقانی پدر شوهر طاهره به دست میرزا صالح شیخی بازداشت می شود. اما چون عدم دخالت او در قتل ثابت شد، او را آزاد کردند. دومین بار در راه سفر به قلعه طبرسی به هدف خاتمه دادن به جنگ به زندان می افتد و مرتبه سوم در واقعه سوء قصد به جان ناصرالدین شاه به مدت 4 ماه در سیاهچال زندانی و بعد از آزادی از زندان به عراق تبعید می شود. به مدت 10 سال در بغداد، چند ماه در استانبول، 6 سال در ادرنه و بالاخره در عکا اقامت می کند و در 29 ماه می 1892 میلادی در می گذرد. از آثار او می توان به 7 وادی، 4 وادی، ایقان، کلمات مکنونه، کتاب بدیع، کتاب اقدس، الواحی برای ملکه انگلیس، امپراتور آلمان، ناپلئون سوم، تزار روس، خلیفه عثمانی، ناصرالدین شاه پاپ اعظم و محمد تقی نجفی روحانی صاحب قدرت اصفهان اشاره کرد. میرزا حسین علی نوری بهاءالله به اتفاق تنی چند از بابیان معروف از جمله
ملا باقر تبریزی، یکی از 18 نفر اولیه مؤمنه به باب، شیخ ابوتراب اشتهاردی، محمد تقیخان نوری و چند بابی دیگر در دسامبر 1848 میلادی برابر با 1264 هجری قمری به سوی قلعه طبرسی راه می‌افتند. عباس افندی درباره هدف آنان می‌نویسد: جمال مبارک بهاءالله را مقصد آن است که به هر قسم باشد به قلعه برسند، بلکه این آتش ظلم و اعتصاف و ضرب و نزاع را خاموش نمایند. پایان نقل قول. اما بهاءالله را در قریه‌ای واقع در 9 فرسنگی قلعه شیخ طبرسی توقیف و به آمل میبرد. عباس قلی خان حاکم در شهر نبود. معاون او محمد تقیخان لاریجانی بهاءالله را میشناسد. هنگامی که اهل شهر از دستگیری عده‌ای بابی با خبر میشوند، در شهر آشوب میشود. روحانیون آمل از حاکم میخواهند که بابیان را به مسجد ببرد. حاکم به اجبار به خواست روحانیون تن می‌دهد و بابیان را به مسجد میبرد. روحانیون هم از مردم میخواهند که مسلح به مسجد بیایند. اینان قصد جان بابیان را داشتند، اما محمد تقیخان میگوید تا دستوری از حاکم نرسد کاری نمیتواند بکند. عباس قلی خان لاریجانی که با بهاءالله و فامیل نوری آشنایی داشت، به معاون خود دستور میدهد که روحانیون را از قتل بابیان باز داشته و آنها را از راه نور به تهران باز میگرداند. بهاءالله خطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی می نویسد: در ایامی که در سجن ارزمیم یعنی مازندران بودیم، ما را یک یوم به دست علما دادند، دیگر معلوم است که چه وارد شد. پایان نقل قول. سرکوب بهائیان و بابیان به دوران ناصرالدین شاه 1848 تا 1896 مطابق با 1264 تا 1313 هجری قمری. دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه خونین ترین دوران آیین بابی و بهایی است. در این دوران هزاران نفر جان خود را از دست می دهند. هزاران خانواده بی سرپرست می شوند. به کرامت انسانها توهین می شود و تسامح نسبی مذهبی دوران محمدشاه جای خود را به مخالفت و نابودی دگراندیش بابی و بهایی می دهد. ناصرالدین شاه از همان فردای بر تخت نشستن کمر به نابودی جامعه بابی می بندد. اولین روزهای سلطنت او با پناه بردن ملا حسین و یارانش به قلعه طبرسی همزمان است. برخی مورخان بر آنند که هدف اصلی امیرکبیر در نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه جوان و کم تجربه تحکیم سلطنت او بود، چرا که شاه جوان با مدعیان بسیار و شورش‌های متعدد روبرو شد. اینان بر آنند که امیرکبیر با بابیان نیز چون دیگر مدعیان و شورشگران نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه برخورد و آنان را به دلایل سیاسی سرکوب کرد. اما امیرکبیر می توانست با درایت و با بهره‌گیری از خوی مسالمت جوی باب و پرهیز ملا حسین و بابی‌های دیگر از خون و خونریزی بحران را به راحتی و با مذاکره با کسانی که به ناچار و از سر اجبار و برای حفظ جان خود به قلعه طبرسی پناه برده بودند به سرعت حل کند.
آدمیت می نویسد چون کار حواریان باب از دعوت دینی به شورش سیاسی کشید، پیکار دولت با بابیان امر طبیعی بود. اما دولت به عنوان دفاع از شریعت به جنگ بابیه نرفت، بلکه از این نظر به برانداختن آن کمربست که بابیان موضع نظامی گرفتند و به کشت و کشتار دست زده بودند. این مقارن بود با مرگ محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و روی کار آمدن میرزا تقی‌خان. پایان نقل قول. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که جنگ قوای دولتی با بابیان در قلعه شیخ طبرسی نه بر اساس خواست صدر اعظم و به دلایل سیاسی که بر اثر پافشاری و اصرار روحانیون شیعه و در رأس آنها سعیدالعلماء بارفروشی رخ داد. آدمیت می نویسد که امیر کبیر از ملایان دل خوشی نداشت. سیاست او کاستن از نفوذ علما بود. او دشمن کهنه پرستی و خرافات دینی بود. بست نشینی در امامزاده و مسجد و سرای ملایان را منسوخ کرد. او به خوبی می دانست که هیچ اصلاح دامنه‌داری در ایران سر نمی گیرد مگر آنکه از نفوذ علما بر افکار مردم بکاهد. اگر امیر کبیر دید و بینش منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان را می داشت، در پی نابودی آیین بابی بر نمی آمد و می توانست از آنان در برابر تمامیت خواهی روحانیون و مستبدان مخالف اصلاحات بهره گیرد. امیر کبیر که اصلاحات دامنه‌داری را در سر داشت، به خوبی می دانست که دستگاه روحانیت شیعه مهمترین مانع و مخالف اصلاحات او است. جنگ قلعه طبرسی از 21 سپتامبر 1848 تا ماه می 1849 مطابق با 14 ذیقعده 1264 تا 65 هجری قمری. هدف شرح جزئیات نبرد 9 ماهه نیست، بلکه نشان دادن سرنوشت بابیانی است که از راه اجبار به مزارع شیخ طبرسی پناه برده بودند و برای دفاع از خود در آنجا با چوب و گل قلعه‌ای بنا کردند. درباره تعداد بابیانی که به مزار طبرسی پناه برده بودند، روضة الصفای ناصری می نویسد جمعیت متابعین ایشان به 2000 کس رسید که مرگ را حیات خود می دانستند و قید را نجات می شمردند. جماعتی از خواص و عوام و پیر و جوان و عالم و نادان به تدریج بدانها پیوستند. کار ایشان رونقی تمام گرفت و امر آنان بر دور و نزدیک به هم ماند و غالب خلایق نادیده به حمایت آنان رغبت کردند. پایان نقل قول. ناسخ التواریخ نیز تعداد بابیان ساکن قلعه را 2000 نفر ذکر می کند و از اندرون قلعه نیز خاکریزی کردند، چنانکه 2000 تن مردم بابیه که در قلعه حاضر بودند در همان خاکریز نشیمن داشتند. پایان نقل قول. دالگورکی در گزارشی که 5 فوریه 1849 میلادی به نسلرود می نویسد تعداد بابیان قلعه را 2000 نفر ذکر می کند. اما مورخین بهایی تعداد بابیان قلعه طبرسی را بین 300 تا 500 نفر ذکر کردند. میرزا لطفعلی شیرازی با ورود به قلعه به دستور ملا حسین نام بابیان حاضر را می نویسد. او تعداد آنان را 444 نفر ذکر کرده است. نسخه خطی صفحه 71. عبدالبها در مقاله شخصی سیاح
313 نفر و نبیل زرندی در مطالع الانوار هم همین تعداد نوشته است. ذبیحی مقدم درباره اسلحه و مهمات بابیان در قلعه طبرسی می نویسد: اصحاب هنگام ورود به مزار شیخ طبرسی تنها 7 تفنگ و تعدادی شمشیر و خنجر و شاید کم و بیش 5 اسب در تصرف خود داشتند. پایان نقل قول. در اولین حمله‌ای که در 20 آمر 1848 برابر با 23 محرم 1265 هجری قمری به بابیان می شود، نیروی مهاجم به سختی شکست می خورد و مقدار زیادی خاربار اسلحه و نزدیک به 100 اسب به دست بابیان می افتد. در 9 ماه محاصره قلعه نیروهای دولتی 9 بار به بابیان حمله می کنند، اما موفق نمی شوند که قلعه را فتح کنند. بر اثر طولانی شدن نبرد بابیان غذا نداشته و با خوردن علف به زندگی ادامه می دادند. در این میان ملا حسین در 9 ربیع الاول 1265 برابر با 2 فوریه 1849 در یکی از جنگ‌ها تیر خورده و کشته می شود. پس از 9 ماه شاهزاده مهدی قلی میرزا در 15 جمادی الثانی 1265 برابر با 9 ماه می 1849 با امضای سوگندنامه‌ای به بابیان قلعه تأمین جانی می‌دهد که از مال و جان در امان خواهید بود و خاتم بر آن رقم نهاد. سران سپاه نیز خاتم برزدند و انفاذ قلعه داشت و اسبی نیز برای حاجی محمد علی بفرستاد و بفرمود تا بر یک سوی لشکرگاه از بهر منزل ایشان خیمه‌ای چند برافراشتند. بالجمله از قلعه بیرون شد و بر اسب شاهزاده برنشست و 214 تن از جماعت بابیه باقی مانده بودند. با شمشیرهای کشیده در رکاب او طی مسافت نمودند و در خیمه هایی که برای ایشان کرده بودند فروز شدند و آن شب را به صبح آوردند. پایان نقل قول. فردای همان روز مهدی قلی میرزا سوگندش را فراموش و دستور قتل عام بابیان را صادر می کند. مهدی قلی میرزا به حکم شریعت و پشتبانی دولت قتل ایشان را واجب دانست، پس بفرمود تا آن جماعت را حاضر کرده بر صف بداشتند و فرمان کرد تا یک یک را شکم بدریدند و بسیار کس بود که از شکم او علف سبز فرو می‌ریخت. به جمله تمام آن جماعت مقتول شد. پایان نقل قول. در نبرد قلعه طبرسی نیمی از مؤمنین اولیه به باب کشته می شوند. ناسخ التواریخ تعداد بابیانی را که در قلعه کشته می شوند 1500 نفر ذکر کرده. ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس رهبر بابیان قلعه را در 23 جمادی الثانی 1265 هجری قمری برابر با 17 ماه می 1849 میلادی به بارفروش محل زندگی او میبرند. در بارفروش یکی از مورخین بابی که واقعه قلعه طبرسی را از شاهدان عینی شنیده است می نویسد: میرزا لطف علی حاج نصیر قزوینی را به اتفاق قدوس به بارفروش فرستادند. شاهزاده در بارفروش جلسه بحثی با شرکت علمای شیخی و اصولی با بابیان تشکیل می‌دهد. رئیس جلسه با ملا حمزه از علمای شیخی بوده است. بعد از مذاکراتی که بین آنها انجام گرفته، شاهزاده چون ضعف علما در برابر استدلال قدوس را می‌بیند، اشاره به رفتن علما می‌کند. سعید العلماء به شاهزاده پیغام می‌دهد که یا باید قدوس را بکشی و یا خود از مازندران بروی.
بعد از 3 روز شاهزاده قدوس را تحویل سیدالعلما می‌دهد و می‌گوید هرچه می‌خواهی بکن. پایان نقل قول. سیدالعلما بارفروشی با قدوس کینه دیرینه داشت. روضة الصفا می‌نویسد حاجی محمد علی مازندرانی رئیس آن جماعت و بعضی را به خواهش عالی جناب فضائل مآب سیدالعلما و سایر فضلای مازندران به بارفروش بردند. پس از سؤال و جواب و عذرهای ناصواب به فتوای جناب سیدالعلما و دیگر اعاظم فضلا برخر نشانیده دجالوار در شهر بگردانیدند. آنگاه ازدحام عام شده به ضرب شمشیرهای تیز تنش را ریز ریز کردند. پایان نقل قول. قتل 7 بابی در تهران. ربیع الثانی 1266 هجری قمری، فوریه 1850 میلادی. در واقعه قلعه طبرسی لشکریان ایران چندین بار شکست می‌خورند و عده‌ای از شاهزادگان قاجار و سران سپاه جان خود را از دست می‌دهند. دولتمردان و شاهزادگان که از جنبش مردم هراس داشتند سرانجام علیه بابیان با روحانیون همراه می‌شوند. حکام قاجاری دست به کشتار بابیان باز می‌کنند. در همه شهرها و روستاها بابیان تعقیب و دستگیر شده و اگر از عقاید خود توبه نمی‌کردند اعدام می‌شدند. مورخ ظهورالحق می‌نویسد انواع خطر در اعلی درجه‌اش فراهم بود. بابی را از زن بدون طلاق جدا می‌کردند. مالش دستخوش تاراج و یغما و خودش مورد همه گونه تعرض و جفا و هدف نیزه و شمشیر اعدا میشد. پایان نقل قول. یکی از شاگردان میرزا محمد حسین کرمانی به نام سید حسین کاشانی از روحانیون صاحب نامی که در مدرسه دارالشفای تهران تدریس میکرد با یک بابی به نام سید محمد اصفهانی طرح دوستی می‌ریزد و اطلاعاتی درباره تعداد بابیان، نام و آدرس آنان به دست آورده و نام 50 بابی را در اختیار سید حسین کاشی از علمای شهر می‌نهد. سید حسین کاشی فهرست بابیان را به محمود خان کلانتر می‌دهد و از او می‌خواهد که آنها را بازداشت کند. مأمورین موفق به دستگیری 14 بابی می‌شوند و آنها را در اول ربیع الثانی 1266 هجری قمری برابر با 14 فوریه 1850 میلادی زندانی می‌کنند. بابیان در زندان با شدیدترین شکنجه‌ها مواجه می‌شوند. امیرکبیر دستور می‌دهد تا بابیانی را که باب را لعن کرده از آیین جدید خود برگرداند آزاد کنند و آنهایی را که بر اعتقاد خود هستند به حاج علی خان حاجب الدوله تحویل دهند تا به میرغضبان بسپارند. عده‌ای از بابیان از باب تبری کرده و آزاد می‌شوند. 7 تن بر عقاید خود می‌مانند. حاجب الدوله دستور می‌دهد که آنها را به سبز میدان ببرند. ظهورالحق می‌نویسد 7 تن شهید: 1 حاج میر سید علی داعی بزرگ باب تاجر، 2 میرزا قربان علی درویش و صاحب مسند و ریاست، 3 حاجی ملا اسماعیل فراهانی مشهور به قومی مردی عالم و فاضل، 4 آقا سید حسین ترشیزی مجتهد، 5 حاجی محمد تقی از تجار کرمان، 6 سید مرتضی زنجانی از تجار زنجان، 7 محمد حسین مراغه‌ای کارمند دولت. هر کدام از آنان را یکی بعد از دیگری دژخیمان با خنجر گلوی آنها را می‌برند و یا با شمشیر سر آنها را از تن جدا می‌کردند. پایان نقل قول. اجساد کشته شدگان را 3 روز در سبز میدان به تماشا می‌گذارند.
اجساد غرق به خون 3 شبانه روز در سبز میدان افتاده بود و مرد و زن چون می‌گذشتند خاک و خاشاک می‌ریختند و دشنام می‌گفتند و شناعت و وقاحت می‌کردند. پایان نقل قول. این 7 تن که در میان بهائیان به شهدای سبعه معروفند و در اول ربیع الثانی 1266 هجری قمری برابر با 14 فوریه 1850 میلادی دستگیر شده بودند، در 25 مارس 1850 میلادی به قتل میرسند. بالاخره اجساد را بین دروازه شاهزاده عبدالعظیم و دروازه نو خارج از قبرستان مسلمانان دفن می‌کنند. شهامت و استقامت این 7 بابی بیش از پیش موجب ترس و وحشت دشمنان آیین جدید می‌شود. ادوارد براون درباره شهدای سبعه تهران می‌نویسد این مردان نمایندگان مهمترین اقشار جامعه ایران و مورد توجه و احترام مردم بودند. آنها مرگ را بدون ترس و با اشتیاق پذیرفتند. از جان خود گذشتند و حاضر به تقیه نشدند. مرگ را استقبال کردند و با خون خود مهر تصدیق به عقایدشان زدند. مراسم اعدام آنها در ملأ عام و در سبز میدان پایتخت انجام می شود. پایان نقل قول. شل نماینده دولت انگلیس در ایران که شاهد کشتار بابیان بوده است چنین می نویسد. چند روز قبل 7 نفر از افرادی که متعلق به گروه بابی بودند به اتهام دسیسه سوء قصد به جان نخست وزیر بدون ارائه دلیل در میدان بزرگ شهر در حضور جمعی تماشاچی اعدام کردند. اعدام این اشخاص موجب ابراز همدردی مردم با آنها شده است. گرچه کیفر مرگ مطابق قوانین اسلامی بوده است، اما احساس مردم این است که آنها را فقط به خاطر اتهامی که به آنها نسبت داده اند به قتل رساندند. آنها مرگ را با شجاعت استقبال کردند و پیشنهاد تقیه از ایمان را برای نجات جان خود نپذیرفتند. پایان نقل قول. شل به امیرکبیر میگوید که این گونه مجازات ها بهترین روش برای تبلیغ این دین است و این گونه اعمال موجب ایجاد نفرت، وحشت و ترحم بین مردم می شود. تامسون یک دیپلمات انگلیسی در گزارش خود می نویسد 7 نفر بابی را نزد شاه آورده بودند که آنها را بازجویی کنند. شاه گفت هیچ چیزی جز تقیه و ادای شهادتین برای آزادی شما نمی خواهم. بعد از آن آزاد هستید که به هر کجا می خواهید بروید. آنها این پیشنهاد را رد کردند و مرگ را با آغوش باز پذیرفتند. یزد و نیریز. قیام سید یحیی دارابی معروف به وحید. این قیام در اوائل سال 1850 اول جمادی الاول 1266 بعد از اعدام شهدای سبعه تهران و 2 ماه قبل از قیام زنجان رخ داد. روضة الصفا درباره وحید دارابی فرزند سید جعفر کشفی می نویسد تفصیل این اجمال آنکه جناب فاضل کامل حاجی سید جعفر استحباناتی مشهور به دارابی عالمی بود فاضل و فاضلی بود کامل و مدتها در دار ابجرد بزیست. پس به بروجرد متوطن شد و به نشر علوم عقلی و نقلی پرداخت و مؤلفات نفیسه از او بماند. سید یحیی فرزندش نه بر وفق طبیعت او رفتار نمودی و نه بر طبق طریقه او گفتار داشتی. سری پر سودا داشت و خاطری پر غوغا. با سید علی محمد باب حسن ظنی حاصل کرد. پایان نقل قول.
سید یحیی دارابی فاضلی ماهر و واعظی مقتدر و سخنور و صاحب مسجد و منبر و محراب بود. پایان نقل قول. او در 2 شهر یزد و نیریز طرفداران زیادی داشت و وقتی که به آیین جدید پیوست بسیاری از طرفداران او به وی اقتدا کرده و در جرگه بابیان در آمدند. در نقطة الکاف درباره واقعه یزد آمده است: ایشان تشریف فرمای یزد شدند. بعد از ورود به نحو حکمت اظهار امر حق را در مجالس و محافل می نمود و در اواخر تصریح نمود. مردمان دور ایشان را گرفته اظهار تصدیق نمودند. جمعی کثیر بیعت نمودند. خبر به حاکم رسید. بر خود ترسیده آدم فرستاد که حضرات را بگیرد. یک نزاع جزئی شده. بعد حاکم مستعد شده. ایشان هم به قلعه تشریف برده آمدند حول قلعه را گرفتند. نزاع شدیدی شد. 30 نفر یا زیاده از مخالف و 7 نفر از جانب ایشان کشته گردید. پایان نقل قول. سید یحیی در سال 1266 قمری برابر با 1850 میلادی از تهران به یزد برمیگردد. در اوائل به حکمت و تلویح و در اواخر به تصریح، ابلاغ و افشاء امر می کرده و جمعی کثیر از مخلصین سابق و ارادتمندان پیرامونش مجتمع شده پروانه‌وار در حولش طواف می کردند. پایان نقل قول. اقبال مردم به آیین جدید موجب ترس روحانیون می شود. روحانیون به نائب الحکومه یزد به نام آقاخان ایروانی شکایت می برند. حاکم برای دستگیری سید یحیی اقدام می کند. سید یحیی به ناچار با جمعی از مؤمنین در خانه خود آماده دفاع می شود. یکی از بابیانی که از قتل عام قلعه طبرسی جان به در برده بود و با سید یحیی بود به دستور او بیرون می آید و به مردم چنین می گوید: ایها الناس، ما را با کسی سر نزاع و قتالی نیست و با دولت و ملت طغیان و عصیانی نداریم. هدف ما هدایت به امر جدید و بشارت به ظهور قائم است. این سید عالی قدر شهیر و عالم نادر النظیر که تمامت شما از علما و عوام مقامات عظیمش را میشناسید، از جهان و جهانیان انقطاع جسته برای نصرت امر بدیع در اینجا حاضر شده، قصد قتال و جهاد ندارد و منظوری جز خیر و سعادت شما در نظر نگرفته و این قلعه بندی برای دفاع از خود و عائله و همراهانش می باشد. پایان نقل قول. اوباش به تحریک روحانیون به محل سکونت بابیان حمله می کنند. در این حمله عده‌ای کشته می شوند و روحانیون و حاکم یزد به هدف خود که قتل عام بابیان بوده نمی رسند. برای بار سوم با تجهیزات بیشتری به بابیان حمله می کنند. در این نبرد که 3 شبانه روز ادامه یافت بیش از 30 تن از مهاجمین و عده‌ای از بابیان کشته می شوند. اما این بار هم مهاجمین موفقیتی به دست نمی آورند. سید یحیی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار به اصحاب خود دستور می دهد که شبانه از قلعه خارج شوند و خود نیز مخفیانه به نیریز می رود. خانه او را ویران و دارایی او را به تاراج می برند و یکی از بابیان را به نام حسن دم توپ می بندند. چگونگی قتل او را ظهورالحق چنین می نویسد: حاکم فرمان داد حسن مذکور را به دهن توپ بسته و توپ را آتش داده او را هلاک سازند. همین که مأمورین خواستند وی را به توپ ببندند، درخواست و اصرار کرد که شکمش را بر آن ببندند و او را به قتل رسانند. پس همگی در تعجب و تحیر شدند و
و از علت پرسیدند. گفت میخواهم با چشم ببینم و تماشا کنم که توپ را چگونه آتش میدهم. لذا وی را به همان نوع که گفت به قتل رساندند و از قوت قلب و استقامتش در شگفت بودند. پایان نقل قول. سفر اجباری سید یحیی از یزد به نیریز 1266 هجری قمری برابر با 1850 میلادی. سید یحیی در بین راه یزد به نیریز به هر دهی که می رسید با استقبال مردم روبرو می شد و عده‌ای به او می پیوستند. مورخ حقایق الاخبار ناصری می نویسد سید یحیی عالمزاده معروف آن دیار بود و اهالی نیریز سابقاً اخلاص و ارادتی نسبت به آن اظهار می نمودند و لحاظا به نیریز شتافت. از فضائل و کرامات بابی چند خواندن گرفت. اهالی دهات که بالفطره کودن و پلیدند به این مزخرفات و ترهات گرویده بر گردش جمع و پروانه آن شمع شدند. پایان نقل قول. حاکم جدید فارس فیروز میرزا نصرتالدوله مهر علی خان نوری را مأمور سرکوب سید یحیی می کند. مهر علی خان مقابله و مقاتله با بابیان را در قدرت خود نمی بیند. مصطفی خان سرتیپ قراگزلو با 2 فوج سرباز و 2 اراده توپ عازم نیریز می شود. چون مصطفی خان در حمله به بابیان شکست می خورد به خدعه رو می آورد. در این زمینه حقایق الاخبار چنین می نویسد. مصطفی خان که کهنه سپاهی با حزم و آگاهی بود صرفه در محاربه ندید، دام حیله و تزویر گسترانید. خدمت سید نیاز صادقانه و پیام مریدانه فرستاد، اخلاص ورزید و طالب ملاقات سید گردید. سید به ملاقات سرتیپ شتافت. حین ورود معسکر بار سفر به سوی نار سقر بربست و شرکایش گرفتار شدند که 100 نوع بلا و به ورطات تعاقب مبتلا. پایان نقل قول. مصطفی خان سرتیپ با همان نیرنگی که شاهزاده مهدی قلی میرزا در قلعه طبرسی بابیان را قتل عام کرد، بابیان نیریز را سرکوب می کند. بابیان نیریز همچون بابیان طبرسی گفتگو را با آغوش باز پذیرفتند، اما هدف روحانیون و حکام قاجار نابودی فیزیکی جامعه بابی بود. مورخ ناسخ التواریخ واقعه نیریز را با کمی تفاوت چنین شرح می‌دهد. نصیرالملک در غیاب حاکم فارس پیروز میرزای نصرتالدوله مسئول امور آن منطقه بوده است. چون از وقایع یزد و سفر سید یحیی به نیریز مطلع می شود، در نامه‌ای که به سید یحیی می نویسد ضمن اعتراف به علم و دانش او از وی می خواهد که ترک عقاید خود کند و چند روزی مهمان او باشد. نصیرالملک در نامه خود می نویسد از مانند تو مردی دانا این کردارها پذیرفته نیست. بی توانی ترک این اندیشه گفته به نزدیک من سفر کن تا روزی چند با هم بگوییم و بشنویم و خوش بخیزیم و بغنویم. پایان نقل قول. آقا سید یحیی پاسخ می دهد این سخنان گزافه و بهتان است. چرا این اکاذیب را استوار می داری و با چون منی دوستی ناهموار می نگاری؟ همکنون به نزدیک تو سفر خواهم کرد و این ترهات را به هدر خواهم داد. تو که مرا می شناسی چرا گوش به حرف مفسد جویان می دهی؟ به نزد تو می آیم و حقایق را روشن می کنم. پایان نقل قول. اما
زین العابدین خان حاکم نیریز با 2000 نفر سید یحیی و بابیان را محاصره می کند. از نامه ای که او به نصیرالملک می نویسد کاملا مشخص است که از جان خود و یارانش بیم داشته و از وی می خواهد که آتش فتنه را خاموش کند. سید یحیی می نویسد اینک در پیرامون من جماعتی انجمن شده اند و به نافرمانی دولت سر برآورده اند. غریب نیست که چون ایشان را بگذارم و بگذرم در عرض راه مرا آسیبی زنند و اگر خواهی گروهی به جانب من فرست تا بتواند مرا از این بلا برهاند و تندرست به شیراز برساند. پایان نقل قول. سید یحیی و یاران او محاصره می شوند. در جنگ هایی که بین پیروان سید یحیی و نیروهای دولتی رخ می دهد جز کشتار نیروهای طرفین حاصلی به بار نمی آید. سید یحیی که طالب صلح بود نامه‌ای به مصطفی قلی خان فرمانده نیروهای دولتی می نویسد و پیشنهاد ختم کشتار و خونریزی می دهد. مصطفی قلی خان نیز ابواب رسائل فراز کرد چندان که سید یحیی صحبت او را به سلامت نزدیکتر دانست و اصحاب خود را که معدودی به جای بودند پراکنده ساخت و آسوده خاطر به منزل او شتافت. پایان نقل قول. سید یحیی پیشنهاد مصطفی خان را میپذیرد و به قصد ختم خونریزی به خانه او میرود، اما به زودی معلوم می شود که پیشنهاد صلح خدعه‌ای بیش نبوده و هدف اصلی نابودی بابیان بوده است. ناسخ التواریخ می نویسد مصطفی خان آنگاه گفت صواب آن است که شب در سرای خویش شوید تا مردمان چون این ببینند یک باره از جنگ و جوش بنشینند و از این فتنه بیاسایند. سید یحیی طوعاً او کرهاً گفتار او را پذیرفتار شد و شامگاه با یک تن ملازم طریق سرای خویش گرفت. در عرض راه بر سر او تاختند و او را عرضه تیغ و خنجر ساختند. پایان نقل قول. 18 ماه شعبان 1266 برابر با جون 1850 میلادی. بعد از قتل سید یحیی سیبابی را با کند و زنجیر به شیراز میبرد. اصحاب او را به معرض عقاب درآورد و جهان را از وجود ایشان بپرداخت. پایان نقل قول. مورخ بهایی میرزا اسدالله مازندرانی وقایع نیریز را دقیق تر شرح داده است. بر اساس گزارش او سید یحیی در بین راه یزد به نیریز همه جا مردم را به امر جدید دعوت می کند. عده‌ای دعوت او را اجابت کرده و با او همراه می شوند. سید یحیی در 5 رجب 1266 به اتفاق جمعی از بابیان به نیریز وارد و با همان لباس سفر به مسجد می رود و در حضور جمع کثیری از مردم دین جدید را اعلام می کند. سید یحیی می دانست که روحانیون و دولتمردان قاجار او را تحمل نخواهند. در همان روز اول در مسجد می گوید ناچار حکومت ضدیت خواهد کرد و منجر به جنگ و اجتماع سرباز و سرهنگ و به کار بردن توپ و تفنگ خواهد شد و موجب بلیات و مصیبات دوستان می گردد و بنا علی ذالک عزم خویش را به رحلت از نیریز بیان کرد. پایان نقل قول. چون پیروان او از قصد او مبنی بر ترک نیریز آگاه می شوند مانع حرکت او می شوند. ولی حاضرین چون آن سخنان بشنیدند کفنها بر گردن افکندند و تفنگها بر دوش انداختند و شمشیر از غلاف کشیدند. حتی جمعیت نسوان
به شورش و هیجان آمدند و مانع از حرکتش شدند. لاجرم قرار بر آن گذاشت که قریب 1 هفته در نیریز توقف نماید. پایان نقل قول. سید یحیی چند روز در منزل خود به سر میبرد و روزها در مسجد به تبلیغ دین جدید میپردازد. حاکم نیریز میرزا زین العابدین خان از این واقعات سخت در بیم و هراس شده از سخط دربار تهران و مآل کار خود بترسید. لاجرم به آن جناب ابلاغ داشت که از نیریز خارج شود. پایان نقل قول. سید یحیی در جواب حاکم می نویسد: چون مدتی در سفر و دور از عائله بودم، اکنون بستگان به مفارقت رضا ندهند و اگر شخص حاکم به اقتضای صداقت سابقه نصرت و مساعدتم نکند، اقلاً قیام بر اخراج از لانه و آشیانه ننماید. پایان نقل قول. حاکم و روحانیون که از نفوذ کلام سید یحیی بین مردم نیریز سخت به وحشت افتاده بودند، در صدد قتل او برآمدند. سید یحیی چون چنین دید به پیروان خود دستور داد که به قلعه خواجه بروند و در آنجا ساکن شوند تا در معرض تعدیات حاکم و مردم نباشند و خود نیز به آنها پیوست. در این زمان فیروز میرزا نصرتالدوله والی جدید فارس و میرزا فضل الله خان نصیرالملک و میرزا زین العابدین خان حاکم نیریز با نیروهای دولتی قلعه خواجه را محاصره می‌کند و آب را هم بر آنها می‌بندند. نیروهای دولتی به قلعه حمله می‌کنند ولی از نظر نظامی موفقیتی به دست نمی‌آورند. راه خدعه و تزویر پیش می‌گیرند. به سید یحیی نامه می‌نویسند و پیشنهاد صلح می‌دهند. پس حکمران و صاحب منصبان نامه عطوفت به جناب وحید سید یحیی نگاشتند و اظهار شفقت و مواعید کثیره و پوزش از گذشته سوگندها یاد نمودند و بر هامش قرآن عهد و پیمان نوشتند و به مهر و امضای خود مختوم و ممضی داشتند و از آن جناب خواستند که با قلیلی از اصحاب به اردو وارد شوند و حقیقت امر و حقانیت خود را بفهمانند تا کل به حمایت وی قیام کنند. پایان نقل قول. سید یحیی بعد از دریافت نامه به یاران خود دستور می‌دهد که دست از جنگ بردارند و خود به اردوی دولتی می‌رود. در ابتدا با او به احترام رفتار می‌کنند و از وی می‌خواهند که نامه‌ای به یاران خود بنویسد و از آنها بخواهد که اسلحه را کنار گذاشته از قلعه خارج شوند. بابیان اسلحه را به زمین می‌گذارند و از قلعه خارج می‌شوند، اما مورد حمله نیروهای دولتی قرار می‌گیرند. عده‌ای کشته و عده‌ای اسیر می‌شوند. سید یحیی را شکنجه کرده و سر او را از تنش جدا می‌کنند. نیروهای دولتی و مردم متعصب به زنان و اطفال بابیان نیز رحم نمی‌کنند. ظهورالحق می‌نویسد برخی از رجال را در بینی مهار کردند و درب دکان و بازار گردش دادند و انواع شکنجه و عذاب برای انتقام به کار بردند. بعضی را میخ کوب کرده تازیانه زدند و برخی را بر دست و پا نعل زده در معابر گرداندند و تماشاییان به آن بیچارگان اذیت رساندند و جمعی را به قتل آوردند. سپس فتحنامه برای فیروز میرزا نصرتالدوله والی فارس نگاشتند و روز ورود اسرا به شیراز را معین داشتند. پایان نقل قول. سران سپاه در جلو و آحاد لشکر در عقبشان و اسرای رجال که متجاوز از 30 تن بودند مقیداً با قریب 50 زن سوار بر شتران برهنه در وسط
و محاط به اعداد سپاه و رؤوس شهدا نصب به نیزه در اطرافشان و تمامت اردو خندان و شادی کنان وارد شهر شدند. پایان نقل قول. به امر حاکم فارس اسرا را در جلوی عمارت مرکز حکومت فارس نگه می‌دارند. برخی را در جا به قتل رسانده و دیگران را به زندان می‌فرستند. مورخ لمعات الانوار درباره دومین واقعه نیریز که به جنگ جبل معروف است می‌نویسد: نزدیک به 1 سال از واقعه اول نیریز می‌گذشت، اما ظلم حکومت روز به روز افزون می‌شد. چون تجاوزات روحانیون و نیروهای دولتی بابیان را از ادامه زندگی در نیریز مایوس کرد، آنها تصمیم به مقاومت می‌گیرند. رهبری بابیان در این زمان به عهده میرزا علی معروف به سردار و خواجه قطبا بوده است. بابیان در آخر تابستان 1269 قمری در محلی به نام بید نجویه در دامنه کوهی در جنوب نیریز ساکن می شود و برای حفاظت خود 19 سنگر در دامنه کوه می سازند و در هر سنگری 19 نفر محافظ می‌گذارند. جالب است که در آن روزگار زنان در کلیه امور با مردان همکاری می‌کردند. سرپرست و فرمانده یکی از این سنگرها زنی به نام مادر سمیع بود. پایان نقل قول. در چند ماهی که نبرد ادامه می‌یابد، عده بسیاری بابی و نیروهای دولتی کشته می‌شوند. چون نیروهای دولتی چندین بار از بابیان شکست می‌خورند، شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله که تازگی به فرمانروایی فارس منصوب شده بود، میرزا نعیم را مأمور سرکوب بابیان می‌کند. میرزا نعیم لشکرنویس باشی فارس را که حکومت نیریز به وی تفویض داشت پیش خواند و بفرمود تا تجهیز لشکر کرده به جانب ایشان سفر کند و آن جماعت را از بیخ و بن براندازد و جمعی از غلامان رکابی و سربازان گلپایگانی را ملازم خدمت او داشته با 2 اراده توپ به مقدمه بیرون فرستاد و از قفای او فوج قشقایی و فوج هومه فارس را با لطف علی خان سرتیپ مأمور ساخت و چند اراده توپ و قورخانه نیز به او سپرد و همچنان محمد باقر خان قاجار را با گروهی از مردم استحبانات و دارالابجرد بتاخت و این لشکر قطع طریق کرده برسیدند و اطراف آن جبل را پره زدند و جنگ بپیوستند. در محرم 1270 هجری مطابق با 1854 میلادی جنگی صعب در میانه برفت. مهراب سلطان فوج مخبران و چند تن سرباز مجروح و مطروح شدند و در پایان امر به باریدن گلوله توپ و شمخال کار بر جماعت بابیه سخت کردند و به قوت یورش بدان کوه بلند صعود دادند و 14 سنگر که از پس یکدیگر کرده بودند فرو گرفتند. 100 تن از آن گروه در میان گیر و دار عرصه هلاک و دمار گشت و بقیت السیف اسیر و دستگیر شدند و ایشان را با کند و زنجیر به شهر شیراز درآوردند. مؤیدالدوله بفرمود تا بعضی را هم در آن اراضی مقتول نمودند و برخی را محبوس و مغلول به حضرت دارالخلافه فرستادند. لمعات الانوار ادامه می‌دهد. پس از آخرین جنگ به جز چند نفری که توانستند فرار کنند،
اکثرا کشته می شوند و مردان سالمند و زنان و اطفال اسیر می شوند. سرهای شهدا را در چند لوده ظرفی است که از ترکه های گزی می بافند و با آن میوه حمل می کنند. ریختند و پیشا پیش اسرا از کوه به پایین آوردند. پایان نقل. میرزا نعیم دستور می دهد که در اطراف کوه را بگردند و هر کس را زنده دستگیر کردند بکشند و سرهای بریدهشان را برای او بفرستند. جمعی از زنان را که به مغاره کوهی پناه برده مخفی شده بودند آتش زدند و بسا اطفال در مهد را با دستی به هوا افکنده و با دستی دیگر به شمشیر زده 2 نیم کردند. پایان نقل قول. به دستور والی شیراز سرهای بریده را به نیزه میزنند و اسرای زن را بر 4 پایان برهنه سوار و اسرای مرد را با غل و زنجیر پیاده به شیراز روانه می کنند. قافله با بیش از 700 اسیر و 200 سر بریده به شیراز وارد می شود. پایان نقل قول. به دستور حاکم شیراز بازار را بستند و تعطیل عمومی کردند. شهر را تزیین نمودند و روز ورود رؤوس شهدا و اسرا را عید گرفته به یکدیگر تبریک و تهنیت گفتند و توپخانه و نقاره‌خانه را با جمعی سازندگان فرستاد که پیشاپیش اردو به شهر وارد شوند. پایان نقل قول. عده‌ای از اسرا در بین راه از شکنجه و گرسنگی جان می‌دهند. اولین کسی از اسرا که کشته می‌شود شیخ عبدالعلی پدرزن سید یحیی بوده است. نخست 2 فرزندش به نامهای هادی 17 ساله و محمد 14 ساله را در دامنش سر می‌برند و بعد خود او را می‌کشند. نفر دوم ملا عبدالحسین واعظ و قاضی نیریز است. او با 3 برادر و 5 فرزندش کشته می‌شود.